قدران و مداران سویت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط بده شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چخونی که میگویند جوانان زیایان آینده ملت هست، اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، اتمرد بشه، بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، ککاینی مریخوان بزن، تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدا رو شکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمری سپیش زنی کنیک هنزی بابا کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه خفیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پاچه در میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هرچی مرد باشه خفیدگیش کس کده گویده میگیره، نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با خیلی هستید کسی که یکان عرض شکایت دارن همه به عرض زیرین نال خود سیاد که دنگ زنید با ما در تماس باشه.